بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. بسم الله الرحمن الرحیم. در سوره مائده در آیت اول ما و شما تعهدات خوانیم که در این آیت شریف در آیت اول کدام تعهدات بود؟ تعهداتی که در آیت اول بود در درس قبلی ما و شما الحمدلله خواندیم در سوره مائده. و تعهد در آیت دوم هم بعضی از تعهدات است که الله متعال میگه که یا ایها الذین آمنوا لا تحلوا شعائر الله، ای مؤمنان شما حلال نکنین، یا لا تحلوا شعائر الله یعنی شما حلال مگردانین شعائر الله را، یعنی وقتی که الله متعال از یک چیز شما را منع کرده یا نهی کردن شما ایره چی نکنین؟ لا تحلوا شعائر الله، شما ایره حلال نکنین. ولا الشهر الحرام، و نه هم آن حکمی که در مورد ماه حرام است. ولا الهدی، و نه حکمی که درباره هدی است. ولا القلائد، و در مورد حیواناتی که نشانی شدن برای ای که به بیت الله شریف فرستاده شود. ولا آمین البیت الحرام، و نه کسانی را که قصد رفتن به بیت الله الحرام دارن یبتغون فضلا من ربهم، که اونا هدفشان درخواست فضیلت از جانب پروردگار هست و رضایت الله را میخواین. و اذا حللتم، وقتی که شما حلال شدین از خود حلال ساختین از احرامی که دارین، فاصطادوا، پس شما صید بکنین. ولا يجرمنكم شنآن قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا. ولا يجرمنكم یعنی شما را به جرم نکشانه، شنآن قوم بدبینی قوم، ان صدوكم عن المسجد الحرام وقتی که اونا شما را از مسجد الحرام مانع شدن، ان تعتدوا ای که شما اعتدا بکنین. و تعاونوا علی البر و التقوى، شما تعاون بکنین، همکاری بکنین به نیکی و تقوا. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، و شما تعاون و همکاری نکنین در اسم، در گناه و العدوان تجاوز. واتقوا الله، و از الله بترسید، ان الله شدید العقاب، یقینا که الله متعال سخت عقوبت کننده است. در این آیت شریف در آیت دوم سوره المائده تعهدات زیادی است، تقریبا 9 حکم بیان میشه که 9 تعهد است. یعنی انسان مسلمان وقتی که به الله تعهد کردیم ما و شما که عبادت مخصوص الله میکنیم و احکام الله را اطاعت میکنیم، پس این در حقیقت هر حکمی که از جانب الله ما متعهد هستیم که این احکام بالای خود تطبیق بکنیم. در این آیت شریف تقریبا 9 تعهد ذکر شده. تعهد اولی است که احترام به شعائر الله هست. احترام به شعائر الله یعنی شعائر جمع شعیره هست. علما میگن که شعائر جمع شعیره است و به معنای علامه و نشانه هست. و شعائر الله در اصطلاح عبادات قلبی توحیدی یعنی احترام به شعائر الله یکی از چی است؟ یا تعظیم شعائر الله، این یکی از عبادات قلبی هست. ما و شما تقریبا 16 18 قسم عبادات قلبی داریم. یکی از عبادات قلبی تعظیم شعائر الله هست که انسان در قلب خود با آن چیزی که شعائر الله هست، هی المعالم التي جعلها لعباده، به این احترام داشته باشی و این تعظیم بکنی. چرا؟ المعالم التي جعلها الله لعباده، نشانه هایی که الله اونا را بر بنده های خود این نشانه گردانیده که یا نشانه های دین الله هست. یعنی چیزهایی که مربوط دین الله میشه این الله متعال بر انسان ها نشان داده، لینالوا ثوابه بتعظیمها، که ثواب از اینا را
با تعظیم شاعر الله چی کنن؟ به این تعظیم و احترام بکنن. بناهن احترام داشتن به شاعر الله این چی است؟ یکی از عبادات قلبی هست، یعنی یکی از چیزهایی است که مربوط به قلب سلیم میشه. شاعر الله چی هست؟ اوامر الله شاعر الله هست، احکام الله شاعر الله هست، و حتی نواهی الله که نهی کرده انسان مسلمان نمیتونه که از او گذشت بکنه، او را حلال بگویه. یعنی لا تحلوا، این شما حلال قرار ندید. و تمام اموری که مربوط به دین اسلام میشه، مثلا وقتی که ما میگیم در نام های الله هست، این شاعر الله هست. قرآن عظیم شان شاعر الله هست، یک شعیره از شاعر الله هست، قرآن عظیم شان. اینا کسی تعظیم به قرآن میکنه، این دلالت میکنه که قلب ازی واقعا ایماندار است. و اگر کسی بیادبی میکنه در باره قرآن عظیم شان، قرآن عظیم شان در کاغذها نوشته میکنه و اطفالشان در تشنابا میبرن میپرتن. قرآن شریف مثلا در گردن خود نوشته میکنه، باز خودش حتی در حالت جنابت و در حالتهای مختلف است. یا مثلا قرآن عظیم شان بسیاری از ساحرا و فالبینا و شیطان که است، اینا انسان در شاعر الله میگیره. چه قسم فالبین میگه که قرآن از زیر پایت بگذار. یک جادوگر بود، توبه کرده بود، گفت مرا شیطان گفت که وقت ما برای تو جادو را یاد میدم که قرآن عظیم شان توهین بکنی. چه قسم توهین بکنم؟ زیر پایت پایتی خون مردار است که تو خون مردار قرآن نوشته بکنی. در جاهای بدن شرمگاه انسانها، جاهایی که قرآن توهین میشه، در پاهای مردم، در تختی پشتش آیات قرآن نوشته بکنی. ایرال یک انسان جاهل سال میکنه، میگه والا این نفر خب قرآن گرفت در ران من نوشته کرد، یا تختی پشت من نوشته کرد، یا در تاویز نوشته کرد، اما خبر نداره که این باینمی چیزها که از شیطان چی میشه؟ خوشحال میشه. چرا؟ این شخصی که کار میکنه این توهین کرده، تحقیر کرده شاعر الله را. و کسی که تعظیم شاعر الله نمیکنه این قلب ازی خراب شد. این علامت چی میشه؟ بالاخره ایسای انسان با کفر میکشونه. وقتی که قرآن یک کس لغت کرد، بدون شک انسان چی میشه؟ کافر میشه. از این خاطر علامه شعراوی چی میگه؟ میگه و تعظیم شیء ابلغ و اشمل من فعله. میگه تعظیم یک چیز این بسیار قوی تر است و شامل تر است از فعلش. یعنی تو وقتی یک چیز فعلش نمیکنی، تعظیمش میکنی. یعنی از قرآن خواندن کرده که تو تلاوت قرآن بکنی، تعظیم قرآن این چی است؟ این میگه بلندتر است، شامل تر است. قرآن میخوانی، یک طریقه مسنونه هست که قرآن بخوانی، لکن عظمت دادن به قرآن که کلام الله هست، این جزء اعتقاد تو هست، در ایمان تو تأثیر داره. نماز مثلا ریش، یک نفر ریش میگذاره و یک نفر ریش نمیگذاره. یک نفر ریش داره لکن به ریش توهین و تحقیر میکنه، تحقیر میکنه. این حال این کسایی که مثلا توهین و استهزاء و تحقیر میکنن، این کافر میشن. یک کسی دیگه هیچ ریش خود کل کرده اما به ریش احترام داره، میگه من احترام دارم، خودم گناهگار هستم، من اشتباه را کردیم، این کافر نمیشه. امی ریش کل کافر نمیشه، اما این ریش داره که به ریش توهین میکنه، این کافر میشه. یا یک کسی به حجاب اسلامی توهین میکنه، حجاب امر حکم الله هست، خواسته باشه کسی یا نخواسته باشه، کس به حجاب توهین میکنه، اینال ای چی میشه؟ استهزاء و توهین. به پیغمبر استهزاء کردن، توهین کردن پیغمبران، توهین کردن کتاب‌های آسمانی، توهین کردن کعبه شریف، توهین کردن هر چیزی که مربوط به شاعر الله میشن. خب امام طبری رحمه الله قول عطا ایره نقل میکنه، میگه حلال نکردن حرمات و عدم زیای فرائض، معنای کلام میگه ای است که یعنی امی که میگه لا تحل شعائر الله، این ترجمه میکنه، میگه حلال نکردن حرمات و زای نکردن فرائض. این حرمات الله هست که کسی ایره احترام میکنه. معنای سخن چی میشه؟ که حلال نکنید ای مؤمنان نشانه های الله را، بناهن در این تمامی نشانه های داخل میشه.
یعنی میگه تمامی نشانه های الله در این داخل میشه که الله متعال میگه هیچ چیز بر خود حلال نسازیم که من به ایدش خند بزنم، به این مسخرگی بکنم، دوری از این گپ بزنم. شیخ عبدالعزیز آل عبداللطیف یکی از مفتیای بزرگ است. چی میگه؟ میگه یقینا که تعظیم الله و تعظیم آنچه که لازم است به آن از تعظیم شاعر الله و تعظیم حدودش از جمله بزرگترین عبادات قلبی و مهمترین اعمال قلب است که باید این کار تحقق یابد. عمر رضی الله تعالی عنه را میگن که عمر رضی الله تعالی عنه دو شخص را دید در مسجد نبوی، دید که با صدای بلند سخن میگن. در مسجد نبوی با صدای بلند سخن میگن. میگه برشان گفت که شما اگر اهل ازی شارمه بودین من شما را تعذیب میکردم. شما در مسجد رسول الله صلی الله علیه و سلم صدایتان بلند میکنین، چیخ میزنین، بناهن این دلالت به این میکنه که شما مثلا باید ادب مراعات بکنین. انس بن مالک رضی الله عنه میگه شما اعمالی را که در نظرتان مانند تار موی است، یعنی شما بعضی اعمال بسیار کوچک محاسبه میکنین، اما در وقت رسول الله صلی الله علیه و سلم از جمله موبقات بود. موبقات یعنی چیزهایی که انسان هلاک میکنه. بسیار چیزهایی هست که خصوصا بر موضوعات مربوط به شاعر الله که است، این از جمله هلاک کننده هاست. مردم در قسمت از این بی تفاوت می باشن. و قاضی عیاض رحمه الله میگه که کسی که به قرآن عظیم الشان و به مصحف و یا چیزی از آن استخفاف یعنی بی‌ادبی و توهین کنه، به اجماع مسلمان ها کافر است. به اجماع اهل سنت این چی است؟ کافر است. کسی که توهین میکنه به قرآن عظیم الشان، کسی که استهزا میکنه به قرآن عظیم الشان، کسی که استخفاف یعنی بسیار قرآن در نظرش خفیف معلوم میشه، پس این بسیار خطرناک است. آنقدر به تعظیم شاعر الله مثلا برای کس قرآن خوانده میشه، این بسیار در وقت خواندن قرآن در آیات قرآن باش تلاوت میشه، درس قرآن داده میشه، ایدمی لحظه بیادبی میکنه، مثلا مصروف از تلفن خود فیلم سیل میکنه یا تیک تاک سیل میکنه یا دیگه چیزا مشغول است. این کلان بیادبی در مقابل قرآن عظیم الشان هست. ببینین امام مالک رحمه الله میگه وقتی که میخواست که یک حدیثی از احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم به مردم درس بده بیان بکنه، میگه میرفت وضو میگرفت، خوشبویی میکرد، ریشش شانه میکرد، لباس خوبش میپوشید. به خاطر چی؟ به احادیث رسول الله چی هستن؟ این احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم وحی الهی هست. امروز بسیاری کسا یک حدیث وقتی که دید بسیار بیادبانه که حدیث ما قبول ندارم، به عقل ما کار نمیکنه و این احادیثی قسم است، کتابای حدیث دشنام میده. ببینین این بسیار موضوعات خطرناک است. یک کسی میگه ابوبکر بن منیر رحمه الله میگه محمد ابن اسماعیل بخاری، همین مؤلف صحیح البخاری، میگه نماز میخوان، میگه 17 جای در بدن از این زنبور ایره گزید. میگه وقتی که نمازش تکمیل کرد گفت ببینید که چیست؟ دید گفت که چی از لباس من مرا اذیت میکنه که مرا در نماز آزار میداد. هنگامی دیدن که زنبور است 17 جای از زیر متورم ساخته، 17 جای از زیر داغ کرده و پوندیده است، ولی اون نمازش قطع نمیکنه. چرا؟ و من یعظم شعائر الله، نماز از شعیره از شاعر الله است. در مقابل از بسیار تعظیم داشته باشی. حتی وقت نماز خوان نماز میخونه الله اکبر که گفته شد الله بزرگ است، دیگه گپ نزن، دیگه چیخ نزن، بین ازمی شخص و بین الله تو مانع نشو که تو بخیزی مثلا چیزی بگویی که بالاخره این شخص امو رابطهش با الله امو فکری که داره فکر زیر غلط بسازی. وقتی که نماز شروع شد الله اکبر گفته شد، خاموش ساکت، در نماز داخل شدی خوب، داخل نشدی آرام در یک جای میشینی و احترام نماز میکنی. این از شاعر الله هست. بسیاری کسان خوب بعض فکر میکنه که همین تقوا همیست که مزیاد نفل خوانده برم، ولی در مسائلی که کافر میشه، بیادبی میکنن کافر میشه، بسیار خطرناک است. محمد ابن منصور رحمه الله میگه که شخصی از ریشش چیز را گرفت، یک کسی در ریشش تو کدام تارک افتاده بود و او را از ریش خود گرفت و در مسجد انداخت.
امام بخاری رحمه الله میگه وقتی که دید محمد ابن اسماعیل بخاری میگه او رو ورداشت و داستینش گذاشت. وقتی از مسجد خارج شد او رو بیرون انداخت. مسجد را از چیز پاکی نمود که کسی نمیخواست. چی گفت؟ گفت که نمیخواست او در ریشش باشه. یک تاره که تو نمیخوای در ریشت باشه در رویت باشه در مسجد میپرتی. حتی به این اندازه اینا تقوا داشتن و در این اندازه بردباری داشتن. پس این یکی از تعهدات است که انسان مسلمان مؤمن باید همیشه به شعائر الله تعظیم داشته باشه. به هر کس. بعضی کساس مثلا حتی علمای اسلام به شکل جماعی مثلا توهین میکنن، تحقیر میکنن. بعضی فکایا جور کردن میگه اگر یک عالم دین خیرات داد، این بسیاری وقتا میگن و با این گپ خود 2 دفعه کافر میشن. میگه اگر علمای اسلام خیرات بده باز در آسمان یک ملائکه هست. این قصر ما براتون میکنم. میگه در آسمان یک ملائکه هست، او در دستش کدام چیز هست، دول است یا چی است، باز میگه او یک دول میزنه و از وقتی که میگه اینجا شیشه ملائکه تا بال دول نزده و باز کلگی کت 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 خنده میکنن. اینا کی رو توهین میکنن؟ یعنی کسی که تخصص اسلامیات داشته باشه این توهین و اینا رو کلشان تحقیر میکنن. خب اگر یک نفر شخصش خودش یک نفر شخص خراب آدم است، استادایی رو خوش نداری، بد میگی، کار شخصی تو هست و اونجا هم باید اخلاق و تربیه فامیلی حفظ بکنی، اخلاق اسلامی رو حفظ بکنی. اما اگر یک شخص مشخص بد میگی مشکل نیست. اما اگر کل علمای اسلام بر این قسم برش فکایی جور میکنی که یعنی کسی در اسلام تخصص گرفت اقدر بخیل میشه، اقدر بخیل میشه که هیچ صدقه نمیده و باز میگه یک کفرش. یعنی به این معنا که وقتی قرآن خواندی و سنت خواندی تو را بسیار بخیل میسازه و این توهین از در حقیقت غیر مستقیم به قرآن و سنت. و باز ملائکه را توهین میکنه و میگه ملائکه در آسمان. شما ببینید اگه برای خودم این شخص بگه که ببخشید فلانی خان من گپ بزنم، بله من شنیدم که پدر خودت دول میزد، اعصابش خراب میشه و توهین چرا میکنی، تحقیر چرا میکنی، پدر من رئیس فلانی شرکت بود، پدر من این وظیفه داشت. من فقط هم گفتم ایره به خاطر ازی که ببینیم که امید دول داشتن توهین و تحقیر است یا نه. وقتی به پدر خودت راضی نیستی که کس بگویه که این دول میزنه یا در دول خریده یا شیشتک دول بزنه و چطور برای یک ملک معصومه که ملائکه معصومه که اونا چی هستن؟ معصوم در قرآن ثابت هستن و تو غیر عصمت از این برزی بیادبی میکنی. ملائکه شاعر الله هست. آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسوله و الیوم الاخر. یک کسی قبر دشنام میده، توهین میکنه، آخرت دشنام میده. متوجه باشین که گفتن که به اجماع علمای اسلام این انسان از دایره ایمان خارج میشه. الله پاک ما و شما را حفظ بکنه. تعهد دوم احترام به ماهای حرام است. این موضوع است. سوم تعهد این آیت شریف عدم تعرض به مالهای هدیه است. هدیه ای است که یکی قربانی هست، یکی مالهای هدیه است که مثلا یک نفر وقتی به عمره میره یا حج عمره میکنه اونجا باید یک حیوانی را هدیه بکنه. با قربانی فرق میکنه. مثلا قربانی است که حاجی مثلا قربانی میکنه و علیده هست و هدیه مثل یک هدیه هست که اونجا میفرسته وقتی که کسی ایره هدیه میگن. و چهارم عدم تعارض به حاجیان بیت الله هست. این یک انسان که است حق نداره که تعرض بکنه به حاجیایی که به بیت الله میره. این چهارمی تعهد است که کسی مسلمان است برای حاجیا که به طرف بیت الله شریف میخواین به سفر حج برن و از اینا اذیت برسانن. تعهد پنجم در این آیت مانعت از شکار حیوانات بری در انگام احرام است. یعنی وقتی که انسان احرام داشت حق نداره که حیوانات خشکرن، یعنی حیوانات بحر نه، اگر در بحر سفر میکنن مشکل نداره، اما در حیوانات خشکر نمیتونن که چی کنن؟ این شکار بکنن تا وقتی که از احرام خارج شوند و تا وقتی که از حرم خارج شوند. و تعهد ششم ممانعت از تجاوز به خاطر بدبینی کسی. یعنی اگر یک کسی خوشتان نمیه ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا. یعنی وقتی که شما دیدین یک کسی خوشش نمیه، اما اگر طبیعتا یا قلبا همین شخص خوشتون نمیه طبیعتا این علیده گپ است، اما عدالت حکم الله هست. شما اگر این کسی خوشتان نمیه سبب جرم نشه که خوش من نمیه باز بخیدین در مقابل ازی بیادبی بکنین یا توهین و تحقیر بکنین یا گپای زشت بر ازی گفته شود. به همین شکل تعهد هفتم در اینجا چی است؟
که انسان مؤمن مکلفیت داره که در نیکی و تقوا با دیگران تعاون بکنه و تعاونوا علی البر و التقوا. انسان در هر کار خیر با دیگران چی کنه؟ همکاری بکنه، در نیکی، در تقوا دلسوز باشه، مهربان باشه، سر یتیما رحم بکنه، سر اعضای خانواده خود رحم بکنه، سر انسانی که مثلا مریض است رحم بکنه، سر انسانی که سنش بزرگ است تکلیف داره سر از رحم بکنه و تعاون بین یکی دیگر در تقوا داشته باشه. و از همین خاطر به خاطر تعاون همین است که انسان مسلمان خیرات میده، صدقه میده، زکات میده، فقرا را دارالایتام جور میکنه، برای یتیما، برای خانم های بیوه همکاری میکنه، برای مردم های سیل زده و خوار و غریب اینا است. اینا اگر این مسلمان هایی که عکسایشان ببره که مثلا یک دانه شتر و مثلا دو دانه گوسفند کباب میکنن، 10 نفر 6 تن میخورن، اگر این ظالم نباشن و یا به این تعهد خود باقی بانه، امروز اطفال فلسطین از گشنگی میمیرن، طفلکای خرد مثلا غذا نداره، خانم های بیچاره مسکین غذا نداره، وضعیتشان خراب است. و بسیار جای مسلمان ها در این مشکلات هستند، ولی کسایی هستند که هر شب بسیار غذاهای فوق العاده که یک از نصف شام نمیخورن، دیگه‌اش اوس میپرتن. این تعهد یک انسان است که با الله کرده. دیگه عدم همکاری در گناه و تجاوز. همیشه انسان مسلمان یکی از تعهداتش با الله است که اگر میفهمیم یک کسی گناه میکنه، ما هیچ وقت برای گناهکار زمینه گناه را آماده نسازیم که بیاد خانم رقص بیار، ساز بیار، مبرد ساز میارم، مبرد سازنده را پیدا میکنم، مبرد رقاصه را پیدا میکنم، برین در خانه ما فیلم ما را سیل کنین. بعضی کساس مردم جمع میکردن که این که مبردتان چی میکنم، این مبرد بلوتوت میکنم، این مبرد برات روان میکنم، این در فلانی جای مبرد آدرس میدم. پس الله متعال میگه وقتی که تو یک مسلمان هستی، مسلمان متعهد هستی، نباید در گناه و در تجاوز شما چی کنین؟ به امرای کسی مساعدت بکنین. امرای مسلمان حق نداری در تجاوز همکاری بکنی. چی برسه که در تجاوز بالا یک مسلمان، اگر یک مسلمان تجاوز میکنه سر یک مسلمان، تو باید دست از مسلمان را بگیری و پس بگویی که این مظلوم است، چرا سر ازی تجاوز میکنی؟ اما وقتی که یک کافر میباشه، بعضی کسا هستن که امرای کافر همکاری میکنن به ضد مسلمان ها. کافر پشتیبانش میباشه، کافر برش هدایت میده و این با سلاح خود گرفته و مسلمان کشته میره. تعهد خدا با خالق متعال شکستان. الله متعال میگه که ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. دیگه تعهد نوم تقوا هست، یعنی باید انسان مسلمان تقوا داشته باشه. تعهدات در تقوا که است، مثلا یک کسی پرسان میکنه که خب تقوا چی هست؟ علما میگن تقوا به اشکال مختلف تعریف میکنن، من خلاصه ش براتون بگم. تقوا یکی از علما میگه الخوف من الجلیل والاستعداد لیوم الرحیل. الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والاستعداد لیوم الرحیل. تقوا چی هست؟ یعنی تقوایی است که از الله. الخوف من الجلیل یعنی خوف از ذاتی که دارای جلال و عظمت است، ازی بترسی. والعمل بالتنزیل و عمل بکنی به قرآن و سنت، این تقوا هست. آیا از الله میترسی؟ آیا عمل به قرآن و سنت میکنی؟ والاستعداد لیوم الرحیل. سومی علامت تقوا چی است؟ که انسان مؤمن متقی همیشه آماده مرگ می باشه، که اگر امیال دستی ملک الموت آمد، باز نگویه که کاش که من وقت می داشتم توبه می کردم، کاش که وقت می داشتم نماز می خواندم، کاش که وقت می داشتم از گناه را ترک می کردم، کاش که وقت می داشتم جهاد می کردم، کاش که وقت می داشتم، کاش که میگن. پس این تقوایی است که به این سه چیز در وجودت موجود باشه. از الله بترسیم، اول خود ما از وقتی میخوایم با تقوا شیم از الله بترسیم، و دوم به قرآن و سنت عمل بکنیم و تعصب چیز نکنیم. به قرآن و سنت عمل به تنزیل است. تنزیل اجتهادات دیگرها به هر صورت، لیکن قرآن و سنت وحی است. این عمل به قرآن و سنت و همیشه آماده به آخرت باشه انسان، که هر وقت مرگ آمد بگه اهلا و سهلا، وقت ملک الموت آمد اهلا و سهلا. بلال حبشی رحمه الله وقتی که وفات میکرد، خانمش گفت وا مصیبتم، وا چی مصیبت است؟ بلال برش گفت که نخیر، مصیبت نگو، بگو وا فرحتا،
بگو خوشحالی در این مرگ خوشحالی بکن. بر خانم خود میگه گریان نکو، خوشحالی بکن. چرا؟ فردا من وقتی که بمرم با رسول الله صلی الله علیه و سلم و صحابه کرام ملاقات میکنم. مرگ من خود ملاقات است با دوستا و محبین من. پس ایره تقوا میگه که انسان هر لحظه آماده چی باشه؟ آماده ازی باشه که وقت ملک الموت میه بفهمه که این حال ما وقتی که از اینجا میرم رسول الله صلی الله علیه و سلم و اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم ملاقات میکنم. یک کسی در خواب میبینه که امام بخاری را خواب میبینه که یک جای هست، رسول الله صلی الله علیه و سلم به خواب میبینه که همراه صحابیش انتظار هستن. میگه من میرم از پیش از این پرسان میکنم از رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه من از این پرسان میکنم که یا رسول الله صلی الله علیه و سلم منتظر کی هستین شما تو قطار کلتان استاد هستین؟ میگه برای من رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که ما منتظر محمد ابن اسماعیل بخاری هستیم. میگه من این خبر دیدم خیستم حرکت کردم که برم در اون منطقه‌ای که امام بخاری هست، اگر شب امی خبره امی خواب خود تعبیر شه از خود امام بخاری پرسان بکنم. من این تاریخ و روزش و لحظاتی که خواب دیدیم کل از اینا پیش خود یادداشت گرفتم. در فلانی روز، در فلانی شب، در فلانی لحظه، در فلانی جای من خواب دیدم. آمدم وقتی که در این منطقه رسیدم میگه پرسان کردم مردم که کجاست امام بخاری؟ میگه با امی تاریخ برای من نشان دادن که در این شب امام بخاری وفات کرده. در این شب امام بخاری رحمه الله وفات کرده. یعنی کسی که واقعا خدمت بر اسلام میکنه الله متعال لطف برش عزت میده. و عمر فاروق رضی الله تعالی عنه درباره تقوا از یک کسی پرسان کرد، گفت که یک عالم بود او میفهمید این موضوعات زیادتر. فکر میکنم کعب رضی الله عنه بود. کی بود؟ از او پرسان کرد، گفت که ببخشی امی تقوا چیست برای من؟ خلاصیش بگو. او برش گفت که یا عمر، ای عمر، فکر کو در یک دشت بسیار چی است روان هستی، در یک دشت بسیار کلان هست که دشت پر از خار است. یعنی یک تک خار است، خارای خطرناک در پای دکه بخوره پایت سوراخ میکنه. اما تو یک دشت است پر از خار است، بسیار جاهایی که خار نیست کم است. از این طرف دشت وقتی که میخوای به طرف او طرف دیگه دشت بری چی میکنی؟ عمر رضی الله تعالی عنه گفت که بسیار احتیاط میکنم، اول سیل میکنم، خوب جای قدم خود پیدا میکنم. وقتی که خوب متوجه شدم که در فلانی جای خار نیست اموجا قدم من میمانم. این صحابی مبارک برای عمر رضی الله تعالی عنه گفت که این همی تقوا هست. تقوا چی هست؟ که وقتی تو یک سخن میزنیم، وقتی یک گپ میگی یا یک عمل میکنی یا دست و پایت حرکت میکنه، در اینجا خودت چی میکنیم؟ در اینجا بسیار دقیق و بسیار به چیز حرکت میکنی، به شکل حرکت میکنی که کسی چی نکنه. یعنی هر عمل یا هر سخن یا هر گپ که میزنی با بسیار دقت متوجه از هستی که گپ من ای الله خوشحال میشه یا خفه میشه. فکر مثل که در دشت خاردار هستی. وقتی که یک عمل میکنی اول از پیش پرسان میکنی که امی عمل من آیا خوب است یا زشت است. حالا بسیاری کسا هستن خود مسلمان، خود دیندار، خود با تقوا میگیره، هیچ آبرو و عزت کسی پیششان ارزش ندارن. آبروی کسی را به ده ها دشنام میده که او جانب مقابل بشنوه دلش تکت تکه میشه از دشنامای ازی، ولی هیچ متاثر نمیشه و فکر میکنه که ما کار بسیار خوب کردیم و کار بسیار درست کردیم. خب خالد ابن ولید رضی الله عنه یک کسی دشنام داد، خالد رضی الله عنه برش دشنام نداد، گفت دفتر اعمال است، از هر چی که میخوای پرش کنی پر کن. خب در آیت سوم مائده رسیدیم. در اینجا هم تعهدات در آیت سوم است. الله متعال میگه حرمت علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر، حرام شده بالای شما المیتة حیوان خود مرده و الدم و خون، یعنی حیوانی که خودش ذبح نشده باشه، مردار شده باشه، اینا کسی که این گوشت ازی حرام است. و الدم و خون جاری این هم حرام است. و لحم الخنزیر گوشت خوک بالای مسلمان حرام است.
و ما اوهل لغیر الله به، یک حیوان را کسی ذبح کرده به عوض نام الله، نام غیر الله را گرفته، به نام مثلا شخص گرفته، به نام بت گرفته، به نام صاحب قبر گرفته، به نام ازی، این هم خوردنش حرام است. و المنخنقه، حیوان را کس با خفک کردن، مثلا رسپان را گردنش میپرته، این خفک شده، یا مثلا در یک جای بوده پایین رفته رسپان را گردنش بند شده خفک شده، پس این هم خوردنش ناروا هست. و الموقوذه، موقوذه حیوان را میگن که چی شده، حیوانی که او بسیار زدن، مثلا یک کس حیوان که یک چیز میزنه در فرقش، مثل که حال بسیاری حیوانات است که شوک برقی در کلیش میتن و این مردار میشه، و این مردار میشه در این صورت. یا مثلا یک کسی که چوب میزنه، یک کسی در فرقش میزنه، در کدام جاش میزنه، یا که سنگ میزنه مثلا در گرده یک گوسفند یا چیز، وقتی که بیری که گوسفند به چاقو و کار نرسیدن و تو مردار شدن، این موقوذه میگه. و المتردیه، متردیه چی رو میگن؟ یعنی حیوانی که از بلند، از یک جای بلند سقوط کرده باشه، مثلا در کوه بزاس میگردن، یک حیوان از کوه خطا خورد سقوط کرد، یعنی این حیوان هم که سقوط کرده مردار شده، این گوشت ازی هم حرام است. دیگه نطیحه میگن. نطیحه چی رو میگن؟ نطیحه حیوانی رو میگن که با شاخ زدن، یعنی رکت شاخ زدن و این حیوان دیگه رکت شاخ زده، وقتی که امرای شاخ زدش این چی شده؟ مردار شده. دیگه و ما اکل السبع، دیگه حیوانی که این حیوانات خوردن یک مقدار گوشش مانده، گوشت ازی حرام است. الا ما زکیتم، مگر او حیوانی را که باز شما گیر میکنین او زنده هست ذبحش میکنین. یک گوسفند است پایش یک حیوان خورده لکن زنده هست، شما میل ذبح میکنین، در این صورت باز شما میتونین گوشتش نوش جان بکنین. و ما ذبح علی النصب، بعضی حیوانات است نصب امو چیزهایی هستن که بت پرستا سنگ ها را میماندن، با سر از او گوا میکشتن، گوسفند میکشتن، شتر را میکشتن، خونش باز در پای شتر چی میزدن؟ بت میزدن. این نصب میگفتن، سر از این سنگ هایی که باز شترها و دیگه حیوانات میکشته. این حال اینی حیوانی که بت پرستا یا قبر پرستا در مقابل قبر و در مقابل بت کردن، این هم خوردن گوشتش چی است؟ حرام است. و ان تستقسموا بالازلام، و همین قسم میگه حرام است که فالبینی بکنین با چی؟ با تیرها. بعضی کسا هستن مثلا چند دانه تیر میپرتن، چند دانه مثلا تیرها را میگیرن در بین یک بوتل میپرتن و با 3 دانه را در یکیش نشته میکنن که بکو، در دیگهش نکو، در دیگهش بازی را میگرتن، او را امیر وردار وقتی که تیر میبرداشت سهل میکرد در چی نشست بکو، برو همی کارتا بکو. این فالبینی میکردن. اگر باز در تیرش میبرامد که نکو، یعنی صفت علم غیب الله را به یک چوب و یک تیر میده. از این خاطر الله متعال میگه تعهد مؤمن ایست با الله که هیچ وقت صفات الله را به مخلوقات و ان تستقسموا بالازلام ذالکم فسق، این کلش خروج است از طاعت الله. فسق چی میگه؟ خارج شدن از طاعت الله هست. الیوم یئس الذین کفروا، امروز میگه کسایی که کافر شدن اینا ناامید شدن من دینکم، از دین شما که یعنی به دین شما ضربه برسانن. حال ناامید شدن، دیدن که مسلمان الحمدلله قوی هستن و لشکر دارن. فلا تخشوهم، پس شما از این کافران نترسین. واخشونی، و الله متعال میگه از ما بترسین. الیوم اکملت لکم دینکم، امروز ما تکمیل کردم بر شما دینتان را. و اتممت علیکم نعمتی، و تمام کردم بالای شما نعمتهای خود را. و رضیت لکم الاسلام دین، و شما را من راضی ساختم به دین اسلام. فمن اضطر فی مخمصه، اگر کس مجبور میشه که در حالت مخمصه قرار داره، یعنی حالت قرار داره که از گشنگی میموره، از بغیر زمین گوشت ها داشت نیست، غیر متجانف لاسم، که ای به گناه زیاد چی نمیکنه، اینال ای چی میکنه؟ اینال اگر کسی چی شده باشه، اگر کسی مثلا در حالت مخمصه قرار میگیره و دیگه چاره نداره، مجبور است که چی کنه و قصد گناه هم نداره، از این خاطر میتونه که از این گوشت حیوانات خودمرده یا مثلا از گوشت خنزیر یا این گوشتی که مثلا حیوانی که خفک شده، از این به المهم از این میتونه بخوره. اینال در این آیت شریف 17 تعهد است. در این آیت شریف 17 تعهد است. تعهد اول چی است؟ حرام بودن گوشت حیوان خودمرده. انسان مؤمن متعهد است که
با الله سبحانه و تعالی که حیوان خود مرده را مردار شده را نخوره. این تعهد اولش است. تعهد دوم است خون جاری را نخوره. سوم تعهد چی است؟ گوشت خوک نخوره. این حرام است، تعهد است. چهارم تعهد مؤمن با الله چی است؟ که گوشت حیواناتی که در وقت ذبحش به نام مخلوقات ذبح میشه، گوسفند میبرن پیش بت ذبح میکنن، یا مثلا به نام بتی رو ذبح میکنن، یا به نام یک کس و فلانی زیارت رو میبره، باز میگه این به نام فلانی شخص است، به نام از او رو ذبح میکنن. تعهد پنجمی است که حرام بودن گوشت حیوانات خفک شده. تعهد ششم حرام بودن گوشت حیوانی که با زدن کشته شده. تعهد هفتم حرام بودن گوشت حیوانی که از بلندی سقوط کرده. تعهد هشتم چی است؟ حرام بودن گوشت حیوانی که شاخ زده یا با شاخ زده شده و به علت مردار شده باشه. تعهد نهم حرام بودن گوشت حیوانی که درندگان از بدن از او چیز را خورده و مردار شده. تعهد دهمی است که حلال بودن حیوانی که توسط حیوان شکاری ذبح شده باشه. این حال اگر کسی حیوان شکاری را مثلا چی میکنه، باز او را میاره و او را مردار نمیکنه. این حال اینیا که هستن الله متعال میگه که چی هستن؟ از یا شما خودداری بکنید از بسیار چیزهایی که حرام است. کل از این تعهد است به امرای الله متعال. تعهد دیگه چی است؟ حرام بودن فالبینی. بسیاری کسا با تیر فالبینی میکنن، بعضیا با فال با گوشش میکنن به اشکال مختلف. و تعهد سومی است که انسان منع است که از کافران و مشرکا بترسه. تعهد چهارم چی است؟ امر به عبادت خوف، که خوف یکی از عبادات قلبی هست. و تعهد پانزدهم عقیده داشتن به کامل شدن اسلام در عصر رسالت. در عصر رسول الله صلی الله علیه و سلم اسلام تکمیل شد. الیوم اکملت لکم دینکم، دین تکمیل شده. این کل بدعت دلاله است در دین است. اگر کسی در دین کامل یک چیز را میاره، مجبور میشه که یک چیز از دین بکشه. مثلا در کامپیوتر شما 500 جی بی هست، کلش پر است. حالا شما اگر میخواین یک فایل جدید را داخل کنین، او قبول نمیکنه. پس مجبور میشه که یک چیز از فایل ها را بکشی، یک فایل وصول کنین و فایل جدید داخل کنین. در دین طاعت، عبادت، احکام معلوم است. اگر کسی یک عبادت جدید را در اسلام داخل میکنه، این در معنی چی میشه؟ که یک چیزی که از دین است او از بین میره. پس این تعهد انسان است که به کامل بودن اسلام چی داشته باشه؟ باور داشته باشه و چیز دیگه را داخل نکنه. این حال بسیاری کسایی که قوانین دیگه را میاره که ضد شریعت الله هست، یا به نقصان دین باور دارن و دین پیششان به ارزش است. از این خاطر بعضی حاکمایی که به عوض شریعت الله قوانین دیگر را تطبیق میکنن، در دلش چی است؟ در دلش همی است که این قانون ناقص است و بدعتکارا هم این دین ناقص فکر میکنن. تعهد هفدهم چی است؟ خوردن چیز حرام در حال مخمسه هست. یعنی جواز خوردن یک چیز حرام در حالت مخمسه. مثلا انسان در حالت سختی به خاطر که خود از مرگ نجات بده یک چیز حرام استفاده میکنه، صرف به خاطر ازی، یعنی قصد گناه نداره، قصد ازی داره که خدا نجات بده. یک مقدار که کمی را میخوره، الله برش اجازه میده تا خدا به جای برسانه که اونجا باز غذای درست بخورم. این تعهدات دی بوده. تعهدات در آیت چهارم سوره مائده الله متعال میگه که یسالونک ماذا احل لهم، میگه که چی چیزها برای شما حلال سوال میکنن، چی چیزها برایشان حلال شده؟ قل برایشان بگو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم احل لکم الطیبات، چیزهای طیب و پاک بر شما حلال است. و ما علمتم من الجوارح، آن چیزی که شما تعلیم دادین حیوانات مکلبین، یعنی حیوانات تربیه شده که تعلمونهن، شما اونا را تعلیم میتین مما علمکم الله، از آن چیزی که الله بر شما تعلیم داده. فکلوا، پس بخورین، مما امسکن علیکم، آنچه که حیوانات تعلیمی بر شما گرفته. حیوانات تعلیمی قانون داره که حیوان میگیرن و حیوان را که شکار میکنن بازو را نمیخورن، بلکه اما تو گرفتش میاریش پیش. و اذکروا اسم الله علیه، ولی وقتی که شما حیوان را رها میکنین نام الله را ذکر بکنین. واتقوا الله، و از الله بترسین، ان الله سریع الحساب، الله بسیار سریع حساب گیرنده هست. اینال در این آیت شریف ما شما ببینیم دایی هم چندین تعهد است. تعهد اولی است که پاک بودن طعام های پاک.
الله متعال برای ما و شما یعنی کدام است؟ میگه ما اذن الله تعالی فی اکله و اباحه لعباده المؤمنین. میگه طعام های پاک طعام هایی است که الله در خوردنش بر ما و شما اجازه داده و اون مباح گردانیده هست. تعهد دوم چی است؟ که خوردن گوشت حیوانی که توسط حیوانات شکاری تعلیمی شکار میشه و خودشان از اون نمیخورن و در وقت روان کردن این حیوانات نام الله ذکر میشه. این تعهدات در این صورت در آیت است. در آیت پنجم هم تعهداتی هست که انسان مؤمن باید متوجه از این باشه که وقتی کلمه خواندی با الله عهد کردی که من اوامر تو را تطبیق میکنم. الله متعال میگه الیوم احل لکم الطیبات، امروز بر شما حلال است چیزهای پاک. و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، و طعام اهل کتاب که است از یهود و نصارا در صورت که اونا به دین خود واقعا گرویده باشن و ذبح میکنند مطابق امو اساسات دینی خود، نه مطابق سیستمای دموکراسی که توسط برق و توسط چیزا فعلا میکنن. نه، اگر مطابق امو دین خود مثلا یک اهل کتاب است مطابق دین خود ذبح میکنه، پس این برای مسلمان ها امی ذبیحه ازی حلال هست. و طعامکم حل لهم، و طعام شما حلال است بر از اونا. و المحصنات من المؤمنات، همچنان زنهای پاک دامن دخترای پاک دامن که شما نکاح میکنین این هم بر شما جایز است. و المحصنات من الذین اوتوا الکتاب، همچنان زنهای پاک دامن اهل کتاب، بعضی خانمهای اهل کتاب هستن پاک دامن هستن، بعضیشان به مبتلا به گناه ها هستن، اما زنهای پاک دامنشن میتونین شما به نکاح بگیرین شما مردها. اما دختر مسلمان با اهل کتاب ازدواج کرده نمیتونه، با کافر ازدواج کرده نمیتونه، با مشرک و هندو ازدواج کرده نمیتونه. من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، کسایی که پیش از شما برشان کتاب داشتند اذا آتیتموهن اجورهن، به شرطی که شما مهر از اونا را برشان بپردازین، محسنین، در حالی که قصد شما پاکی باشه. میخواین که از گناه و گپا دور شوین، در یک جای مثلا ازدواج بکنین با اینها، غیر مصافحین و هدفتان گناه هم نباشه، تجاوز نباشه و هدفتان زناکاری هم نباشه. ولا متخذی اخدان، همچنان هدفتان و شما این هم ناروا هست که شما چی بگیرین؟ دوست های سری بگیرین، یا رابطه بین نامحرم، بین چی باشه؟ بین یک زن نامحرم و یک مرد نامحرم به شکل مخفی باشه که فامیل هایشان خبر نداشته باشن. اینا ایره کافرها چی کردن؟ ایره به نام کلمات همی گناه را یک کلمه دیگه سرش میمانه که مردم بازور بد نمیگن. ای گرفرند است، ای بای فرند است. چی مانا گرفرند و بای فرند؟ مانایش نمی است که ای دختر با امرای این مرد نامحرم ارتباط نامشروع داره و امرای از این نشست و برخاست نامشروع داره، فامیلش خبر نداره، نه نکاحی از صورت گرفته و نه اونا خبر دارن. این امرای زنا، اینی را چی میگن؟ حرام است در شریعت اسلامی. و من یکفر بالایمان، و کسی که به ایمان کافر میشه فقط حبط عمله، کسی که کافر میشه و این تعهداتی را که احکامی را که الله بیان کرده این قبول نمیکنه و این رد میکنه و یاد این مسخرگی میکنه، الله متعال میگه فقط حبط عمله، تمامی اعمال نیکی از این نابود میشه. و هو فی الاخرة من الخاسرین، در آخرت از جمله خاسرین هستن. اینال در این آیت اگر ما و شما حساب بکنیم چند تعهد است؟ تعهد اولی است که حلال بودن چیزهای پاک است، یعنی در دین اسلام چیزهایی که پاک است این بر ما و شما چی است؟ این حلال است. پس حلال است که چیزهای پاک را که الله بر ما مباح کرده از اون ما بخوریم و این بر ما و شما اجازه هست، حلال بودن چیزهای پاک. یک. دوم تعهدی است که اینال کسی باید چیزهایی که الله بر ما حلال کرده، کس حق نداره که چیزی که الله حلال کرده باشه بخیز از دل خود ایره حرام بکنه. از این خاطر وقتی که یک چیز حلال است باید انسان بگه که حلال است. یک تعداد مردم ما ببینیم چرا سیب نمیخوری؟ والا ما تقوا دارم. خب سیب الله خلق کرده که شما از این سیب نوش جان بکنین به اندازش و شکر الله را بکنین. نه والا من گوشت نمیخورم به خاطر که تقوا دارم، من ازدواج نمیکنم به خاطر که من تقوا دارم. الله میگه ای تقوا نیست، این مخالف تعهد با الله کردیم. تعهد دوم چی است؟ حلال بودن ذبیحه اهل کتاب برای مؤمنان و ذبیحه مؤمنان برای اهل کتاب. بله، ذبح اهل کتاب برای ما و شما چه وقت حلال است؟
به شرطی که او اهل کتاب باشن. امروز در اروپا وقتی که انقلاب فرانسه شد، اینا فقه واقعی میگه. بعضی کسا این مسائل نمیفهمن. مثلا در قبل در اروپا چی بود؟ نظام تیوکراسی بود، نظام دینی کلیسایی بود. وقتی که در فرانسه انقلاب فرانسه شد، نظام دینی کلیسایی را دور کردن، عوضش یک نظام دیگه آوردن به نام دموکراسی. پس دموکراسی که است، این ضد دیکتاتوری نیست، چون خود دموکراسی در بسیاری کشورها به نام دموکراسی دیکتاتوری هست. اصلا دموکراسی به ضد حکومت دینی هست. چرا؟ در دموکراسی قانون زمینی است، در نظام های چیک است دینی که است قانون آسمانی است. اینا خیستن همون نظامشان که به اساس قوانین انجیل و کلیسا و پاپ و کشیش بود، یا کلش از بین بردن و عوض نظام که اونا داشتن به عوضش نظام جمهوری و نظام دموکراسی را آوردن. این دو چیز که است، نظام دموکراسی و نظام جمهوری که است، اینا قانونشان ضد شریعت الله است، قانونشان زمینی هست، یعنی انسان باید قانون بسازه. پس این اردوی از که سمبول های طاغوت است. طاغوت، قانون طاغوت به نام دموکراسی قانون جور میشه، پارلمان جور میشه، و به نام جمهوری سر جمهور مردم چی میشه؟ جمهور مردم میگه که اینا قانون بسازن، نه الله و نه رسولش و نه کتاب آسمانی. این اصل گپ در کجا هست که بسیاری کسا فکر میکنه که امروز هم اروپا و امروز هم امریکا کشورهای نصرانی هست. نه خیر، اینا کشورهای نصرانی نیست. بسیار از اینا که هستن، اینا چی هستن؟ شیطان پرست هستن. بسیارشان سیکولر هستن، بیدین هستن. وقتی از پیشان شما پرسان بکنین، اونا میگن که I believe on my body. وقتی do you believe، تو باور داری، عقیده داری؟ میگم من بالای بازوی خود عقیده دارم، بدین عقیده ندارم. یک تعداد کم و ریش سفید و پیش سفید هستن که اونا ارتباط با کلیسا دارن، دیگرایشون ندارن. از این خاطر وقتی اینا حیوان میکشن، این ذبیحه اهل کتاب نیست. اینا توسط برق میکشن و توسط مثلا کربن دی اکساید است یا که توسط ماشینا هست. به هر شکل بسیاری وقتا که اگر شما سرچ بکنین ببینید که یک گاو اول میکشن، سر از او تیار در تنش است، خوب که پوستش کردن، باز در آخر سر از زیر ذبح مبح نیست. اما در اهل کتاب کسایی که مثلا یهودی اصل هستن، واقعا باور دارن، در او ذبح هست. و نصرانی‌ها هم، نصرانی‌های اصلی ذبح میکنن، چون در اصل کتابشان ذبح هست. اینا لیایی را تغییر دادن. از این خاطر اینا مرتد هستن، حکم سر از اینا نمیشه. یا دختری که مثلا خانمی که مثلا اهل کتاب، یعنی کسی که به دین خود گرویده باشن، نه کسی که مثلا چی هست، سیکولر است یا شیطان پرست هستن. اینا در اینجا میگه که ذبیحه اهل کتاب اصلی که به کتاب خود، به دین خود، به پیغمبر خود، به او باور داشته باشم. اما اگر نداشت، باز او چیز نمیشه. بعضی کسا، بعضی از مفتی صاحبا در همینجا اشتباه میکنن که اونا فکر میکنن که همین اروپا است کلشان اهل کتاب است. شما اگر از یک نفر در اروپا زندگی میکنه و اینا را میشناسه، در وطلای اروپا و امریکا اینا چیز نمیخورن، به خاطر اینکه اونا مطابق حتی دین خود هم ذبح ندارن. این باید بسیار متوجه باشیم. خب، و جواز ازدواج با زنان مؤمنه پاکدامن، خب ما شما اینو میفهمیم. و تعهد چهارمی است که با زنان پاکدامن اهل کتاب متوجه باشین. او دختر ازدواجش برای یک مرد مسلمان اجازه هست که در صورت او دختر اهل کتاب به دین خود چی باشه؟ به دین خود، به هر دینی که به او استاد باشه. این حال در این صورت نکاح کردن مرد مسلمان میتونه به همراه از این دختر اهل کتاب ازدواج بکنه، به شرط که در دین خود قائم باشه. اما او اگر از دین خود میگه که مثلا من لایک هستم یا سیکولر هستم یا مثلا شیطان پرست است یا هیچ اصلا دین نمیشناسه و قبول نداره، باز او مرتد است از دین خود، پس با همراه از او ازدواج نمیشه. تعهد پنجم چی است؟ لازم بودن مهر است برای همسر. و در قسمت ازدواج با اهل کتاب، برای دختر مسلمان اجازه نیست که با اهل کتابی، تنها به مردای مسلمان اجازه است که با دختر اهل کتاب ازدواج بکنن. اما برعکس از او اجازه نیست که مثلا یک کس بخیزه و چی کنه و به امرای از اینا نکاح کنه. مثلا دختر مسلمان حق نداره به امرای اون دو بت پرست و نصرانی یا یهودی ازدواج بکنه. تعهد پنجمی است، او زنا هست. تعهد پنجمی است که لازم بودن مهر بالای برای همسرا هست. و تعهد ششمی است حرام بودن روابط مخفیانه نامحرما. اینی روابط مخفیانه که آل به نام گرلفرند و بایفرند است، یعنی نامحرما در بین خود روابط مخفیانه دارن. و تعهد هفتم چی است؟
باور داشتن به نابودی اعمال نیک توسط کفار. یعنی توسط کفر اعمال نیک انسان چی میشه؟ اینا کاملا نابود میشن.